استاد امی فاتحه میخونن کو جماعت اما آخری آمین میگوی امی چخیره میگوی آمین سنت هیلی سنت نیست پیامبر خود ما خیلی میکرد آمین میگو در جماعت. بله، ولی دالین گفتن بعد آمین گفتن سنت است. فقط بلند گفتن و پس گفتنش خلاف است. یعنی مذهب حنفی هم آمین میگود ولی پس میگود. دیگر مذهب نه بلند اینمی میگود. بلند گفتن است بلند گفتن است. آها، شما گفتنش گفتید، بلند گفتنش در دیگر مذهب ها هست، پس گفتنش در مذهب حنفی. مذهب حنفی به آیات عمل کردن. الله تعالی میگه که دعا باید دعای پنهانی باشد و آمین دعا هست، بنابراین پنهانی میکنیم. و دیگر علما میگن که نه، پیامبر اسلام وقتی که آمین میگفت مسجد با یک خار آهنگ جرنگس میکرد، آمین میگفتن صحابه. و این چیزی بودگی هست. و اگر دعا همش پنهانی باشد، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینو دعا هست. این دعایی که کرد امام و در آخرش آمین میگویم. یعنی اکثر یک آدم دعا کند دیگرها آمین گفتنش نکن. یعنی معنای آمین استجیب، دعای ما رو قبول کن. موسی دعا کردن، هارون آمین گفت، الله تعالی دعای هر دو قبول شد گفت. یعنی آمین گفتگی به منزلتی دعا کردگی هست. مثلا من دعا کردم، شما آمین گفتید، هر دو ما دعا کردیم. بنابراین ولعالین تا ولعالین دعای پیامبر اسلام با آواز بلند خواندن کو. دعا با آواز بلند هم اجازت است، لیکن با آواز پست باشد خوبتر است. مثلا زکریا دعاشون پست گفتن، فنادا الله تعالی ندا کردن دعای پنهانی. برای چی؟ برای اون که دعای اون کس شنود میخنده 80 گذشتگی آدم، ای الله برای من پسر ده، آدمو خندش میبیاد. برای همین این دعای باید پنهانی گوید. یعنی آدم دعاش پنهانی گوید به قبول شدن نزدیکتر است. لیکن هست دعاهایی که جماعوی هم بلند هم گفته میشد، یعنی شرط نه که همه دعا باید پنهانی باشد. بنابراین این اختلاف، مسئله های اختلافی، مسئله های اجتهادی، کسی درست جواب داده است 2 ثواب میگیرد، کسی نادرست جواب داده است 1 ثواب میگیرد از علمای مجتهدین. بله. بارک فیک، جزاکم خیر استاد، خدا برکت بده. علیکم السلام، سلامت باشید، بارک الله.